شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شو منصور با عریضه مرد 41 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه ینور سال 2022 مرد 42 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او 41500 دلار امریکایی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه به او یک عدد اتومبیل تمغه مرسدس آورده می‌دهد، اما تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شو منصور با عریضه زن 43 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که سال 2019 مرد 30 ساله ساکن شهر حصار با روی فریب به باوریش در آمده منزل استقامتش را به مبلغ 40000 دلار امریکایی فروخته مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و رهبریت سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی جهت تامین بخطری مال و ملک تاجران و سوداگران از هر گونه حادثه‌های ناخوش به خصوص حالت‌های سوختار پیوسته تدبیر و چاره‌های ضروری را راه اندازی می‌نماید. در این زمینه تشکیل و گذراندن مشق‌های عملی و تاکتیکی آتش‌نشانی در بازار و مرکزهای کلان سودا و سر وقت آشکار و برطرف نمودن کمبودی و نورسایی‌های ضد سوختار که یکی از عامل‌های اساسی کفالت حفظ و حیات سلامتی سوداگران و خریداران و تامین امنیت مال و ملک تاجران و صاحب ملکان از نابود شوی در آتش به حساب می‌رود. محض با همین مقصد در جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار سفریان واقع در کوچه سینوی شهر دوشنبه برابر معاون سردار سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی پلکوونیک خدمت داخلی سیدبک امینوف از طرف متخصصان سرریاست مشق عملی تاکتیکی آتش‌نشانی با جلب مسئولین و دروژین اداروی آتش‌نشانی بازار و خدمات و مقامات‌های اماهنگساز برگزار گردید. 11 اوگوست سال 2022 تخمینا ساعت 16:30 راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا خیراللهیف محمود جان سال تولدش 1987 ساکن نویه بخش هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت نویه بلخی در حدود دهه سامانیان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران جباروف مرادعلی سال تولدش 1967 و نبیره خردسالش جباروف ابوبکر سال تولدش 2016 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه جباروف به سلامتیش جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خردسال جباروف نیز جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. مرکز مطبوعات ملی شهر دوشنبه روز 12 اوگوست سال 2022 خبر داد که یک راننده اوپل برای دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی و اطرافیان را دشنام و اقارت قبیح دادن به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرده شده است. در خبر گفته می شود که اخیراً از جانب کارمندان ملی شهر دوشنبه شهروند رحمتوف اکمل سال تولدش 1987 استقامت کننده نویه خراسان ولایت ختلان راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 0709BB03 برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که نامبرده صحنه 11 اوگوست سال جاری تخمینا ساعت 14:30 هنگام در نزد بازار سخاوت واقع در کوچه نعمت قربایف نویه فردوسی قرار داشتند ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده در برابر به قاعده ویرانکنی دست زدن همزمان با الفاظ قبیح شأن و شرف اطرافیان را پس زده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به رحمتوف اکمل پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده جهت چاره‌جویی به سود نویه فردوسی ارسال کرده شد. سود در نوبت خود نسبت به نامبرده جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 15 شبانه روز تطبیق نمود. گفته می شود در اطلاعیه ملی پایتخت تاجیکستان